به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتان خوب باشه. محمد یاسمین هستم از کانال یوتیوب انگلیش ورلد استودیو. در خدمتتانم. مبحث درس ما در مورد نوع پنجم از پارتس آف اسپیچ یعنی پریپوزیشن، حرف اضافه می باشد. پریپوزیشن حرف اضافه شوز نشان می دهد در ریلیشنشیپس رابطه ها را، زبان دری حرف اضافه رابطه ها را نشان می دهد. بینندگان عزیز، شاید در ذهن شما سوال خلق شده باشد که رابطه ها چی می باشد. پس موضوع مهمی است. پس در قسمت پایین در آن مورد توضیح خواهم داد. انواعش را به طرفش می رویم. کوینز، این در داخل، آن در بالای، اندر، زیر، بیهایند پشت سر، نکست تو پهلو، نیر نزدیک، ان فرانت آف پیش رو، اکراس فرام رو در رو و غیره. پس می رویم به طرف مثال ها که چگونه حرف اضافه رابطه ها را نشان می دهد. اگزامپل، مثال: علی از این کابل، علی در کابل است. در اینجا این پریپوزیشن ما و شما می باشد. علی اسم فرد می باشد، کابل اسم جای می باشد. پس در اینجا این رابطه میان شخص و یا هم جای را نشان داده است که علی و کابل بوده است. مثال بعدی: در کار آن در رود، موتری در بالای سرک است. کار موتر، رود سرک. در اینجا نیست. آن پریپوزیشن ما و شما می باشد. کار اسم شی می باشد، رود اسم جایی می باشد. پس در اینجا آن باز هم رابطه شی را با جای نشان داده است. مثال بعدی: A lion is next to the tiger. یک شیر در پهلوی پلنگ می باشد. لاین شیر، تایگر پلنگ. پس در اینجا next to باز هم پریپوزیشن می باشد و لاین اسم حیوان می باشد، تایگر نیز اسم حیوان می باشد. پس next to اینجا رابطه حیوان با حیوان را نشان داده است. بینندگان عزیز، به مثال هایی که در پایین باز هم آمده است دقت کامل تری داشته باشید تا موضوع به ما بیشتر واضح شود. زهرا is next to سحر. فردی به نام زهرا در پهلوی سحر است. در اینجا باز هم next to پریپوزیشن می باشد و زهرا اسم شخص می باشد، سحر نیز اسم شخص می باشد و در اینجا next to رابطه شخص را با شخص نشان داده است. مثال بعدی: The shelf is under the window. تاقچه در زیر دریچه می باشد. شلف، تاقچه، ویندو، دریچه. اینجا اندر باز هم پریپوزیشن می باشد و شلف اسم شی می باشد، ویندو باز هم اسم شی می باشد. پس در اینجا اندر رابطه شی را با شی نشان داده است. بعضی از شاگردان، بعضی از بینندگان از ما سوال نموده بود که آیا پریپوزیشن رابطه مکان را با مکان نشان داده می تواند؟ بله بینندگان عزیز، می تواند نشان بدهد. پس در این مثال دقت داشته باشید. کابل is in افغانستان، یعنی کابل در افغانستان است. در اینجا این باز هم پریپوزیشن ما و شما می باشد و کابل اسم جایی می باشد. افغانستان یا افغانستان باز هم اسم جایی می باشد. پس در اینجا این عین ما و شما رابطه ما بین مکان و مکان را نشان داده است. در یکی از این مثال ها اگر من یکی از پریپوزیشن هایش را بردارم، معنای جمله شما ناقص می شود و یا هم رابطه جمله شما کاملا از بین می رود. برای مثال بینندگان عزیز، شما به این مثال دقت داشته باشید که من حرف اضافه اش را از بین می برم و رابطه جمله شما کاملا از بین می رود و معنای جمله شما کاملا ناقص می شود. برای مثال اگر من این next to را از اینجا پاک کنم، شما فقط می گویید که زهرای سحر یعنی زهرا سحر است. پس معنای جمله ما و شما کامل نمی باشد. یعنی چی؟ زهرا سحر است. امید که این درس نیز برای شما سودمند واقع شده باشد. از شما دوستان عزیزم درخواست میکنم که در انتهای ویدیو مثل همیشه ویدیو را لایک کنید. اگر تا به حال سابسکرایب نکرده اید کانال را سابسکرایب نمایید و با دوستانتان کانال را به اشتراک بگذارید. در مورد هر سوالی که داشته لطفاً برایم کامنت بگذارید. منتظر کامنت هایتان هستم. موفق باشید. Don't forget to press the bell icon to aware from our next videos too. Thanks for watching.